سوال پرسیدن آداب داره. برخی از سوالات گیر دادن، وارد حریم خصوصی مردم میشیم. مثلا از یه جوانی بپرسیم خیلی وقت از سن ازدواجت گذشته، قصد نداری تشکیل خانواده بدی؟ اینجور سوالا رو اصلا مطرح نکنید، به ما ارتباطی نداره. در همایش‌ها و سخنرانی‌ها تا جواب سوالاتتون رو نگرفتید سالن رو ترک نکنید. سوال دوم قضاوتیه اصطلاحاً. این چه لباسی پوشیدی؟ قصد نداری لباساتو عوض کنی؟ تا کی میخوای درجا بزنی؟ درست سوال کنی. و اما آداب سوال، حتما موقع سوال کردن کف دست به طرف سخنران اینجور سوال نمی کنیم و به خصوص اینجور هم اشاره نمی کنیم. من سخنران باید با کف دست به طرف شما اشاره کنم. هر کاری آداب داره، از یک گفتگوی ساده دوستانه خانوادگی تا مذاکرات اداری و تجاری، حتی مذاکرات بین المللی، اونها هم آداب خاص خودش رو داره. در طرح آموزشی که آماده شده همه